این چه قسم یک استادی بودن است؟ شاگرد در آغوش نگیر، شاگرد الفاظ خوب نزن، شاگرد امروش رویه نیک نکن، شاگرد اشتباهاتش نپذیر. این چه قسم یک استادی بودن است؟ و این چه قسم یکی است که ما بگیم ما امت رسول الله هستیم؟ اگر ما امتش هستیم، اگر ما نمایندگی از او در روی زمین میکنیم، خب نمیشه که امر به معروف ما به زور چی بکنیم؟ به زور توهین، به زور زدن، به زور لط کردن میخو نمیشه. اینال امر کردن انسان به کارهای نیک وظیفه هر مسلمان است. هر مسلمانی حق داره که یک مسلمانی دیگه که اگر خوب و خراب نمیدونه برش بفهمونه، ولی به طور خوب، به طور درست. یک انسان بی نماز اگر دیدین برین بگین که خدا تو را هیچ وقت نمیبخشه، خدا تو را هیچ وقت نمیبخشه، خدا تو را شرمنده نماز نمیخوانی. نه بله از خدا او را دیگه دل شبت میکنین. یک خواهر بی نماز میبینین تشویق بکنین، خواهر قندم هنوز عمر داری، هنوز صحت داری، هنوز فرصت داری، بیا توبه کن نماز بخوان.